به نام الله بخشنده و مهربان. الله مهربان می فرماید: ای فرزند آدم، تو را در شکم مادرت قرار دادم و رویت را پوشانیدم تا اینکه از بچگان مادرت نفرت نکنی و رویت را به سمت پشت مادرت قرار دادم تا بوی غذا معده تو را نیازارد. برایت تکیهگاه در طرف راست و چپ بچگان قرار دادم که در راست جگر و چپ سپورز می باشد تا بیارامی. بر تو در شکم مادرت نشست و برخاست را تعلیم دادم. آیا کسی غیر از من توانایی چنین کار دارد؟ وقت مدت حمل به پایان رسید و مرحله های آفرینشت پره گشت، به فرشته که به تولد شدن تو مأمور بود امر کردم که تو را از رحم مادرت بیرون کند و با بالهای نرمش تو را به دنیای فانی وارد کند. دندانی که چیزی را میده کند نداشتی، دستی را که چیزی را قبض کند نداشتی، پای و قدمی که راه گردی نداشتی. از دو رگ نازک پستانهای مادرت برای تو غذا گرفتن تو شیر خالص که در زمستان گرم و در تابستان سرد است برای تو طعام آماده کردم. مهر و محبت تو را در قلب پدر و مادرت قرار دادم تا که تو را سیر نمی کردند خودشان سیر نمی شدند و تا تو را نمی آسودند خود استراحت نمی کردند. اما وقتی که پشتت قوت گرفت و بازوانت پرتوان شد، به مبارزه من قیام کردی و در پنهان و آشکار به من نافرمانی کردی و از من شرم و حیا نکردی. اما باز هم اگر توبه کنی مرا بخوانی اجابت میکنم و اگر از من بخواهی و سؤالم کنی بدهمت و حاجتت را برآورده کنم. اگر به سویم بیایی میپذیرمت. شگفتا از تو ای فرزند آدم، هنگامی که تو تولد شدی در گوش راستت اذان و در گوش چپت قامت گفتند بدون نماز و هنگام مرگت بر تو نماز بی اذان و قامت میخوانند. شگفتا بر تو ای فرزند آدم، هنگام تولد ندانستی چی کسی تو را از شکم مادر خارج کرد و هنگام مرگ ندانستی چی کسی تو را بر قبر وارد کرد. شگفتا ای فرزند آدم، هنگام تولد غسل و شستشو شدی و هنگام مرگ نیز غسلت دادند و تازه‌ات کردند. شگفتا از تو ای فرزند آدم، هنگام تولد بر شادی و خرسندی اطرافیانت آگاه نبودی و هنگام مرگ به گریه و اندوهشان کار کردن نمیتوانی. عجبا از تو ای فرزند آدم، در شکم مادر در مکانی تنگ و تاریک بودی و بعد از مرگ دوباره در مکانی تنگ و تاریک قرار میگیری. عجبا از تو ای فرزند آدم، وقتی تولد با پارچه پیچانده شده بودی و وقتی که میمیری باز یک پارچه میپیچانندت تا پوشانده شوی. شگفتا بر تو ای فرزند آدم، وقتی تولد شدی و بزرگ شدی از مدرک‌ها و مهارت‌هایت مردم جویا میشوند و وقتی بمیری ملائک از اعمال و کردارهایت خواهند پرسید پس برای آخرتت چی آماده کردی؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.